Решением этих войн, конечно, во всех частях Луганка различны. Решения разные, но единственное или объединяет их то, что права отдельных групп людей должны обязательно или взяты во внимание. Главной задачей правительства является взять во внимание все права и все мнения вот таких отдельных разрозненных групп для того, чтобы в итоге привести к миру. وقتی که گفتن که وحدت نشود ما افسانه فهمیدیم برای که همسایه برگمونه برگی دیگرش کشت هیچ ممکن نیست گفتن که وحدت در بین توچکان شود همین شکرانه پروردگار اول شکرانه پروردگار که آن در دل همین دو تا مردم بزرگ انداخت ما به همین روز وحدت رسیدیم. رمزی که برای این جشن دوستان ما در تیم آمادگی انتخاب کردن تصادفی با وجود نآمده است که کشور ما در وسط سیاره هست و در اطرافش دستهای همه دستهای زیاد اون رو احاطه کردند که حتما در این بین دست نهضتی هم هست، خلق دموکراتی هم هست، کمونیست هم هست، دموکرات و سوسیال دموکرات هم هست و هیچ جای سوراخ نمانده است که خدای نکرده به این صلح و وحدت یگان تخم مرغ یا پمیداری برسد. همه جا پوشیده، همه جا محکم. وقتی اون رسیده است که اکنون همچون یک حزب سیاسی قوی صاحب حق در اساس کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، در اساس سازشنامه، در اساس فرهنگ سیاسی معروف در جهان رفتار کنیم و اون حق حلال حزب‌های سیاسی را از دیگران طلب کنیم. حق چی است؟ آشکار بگیم، چرا نه؟ که این حزب میتواند مسئولیت کشور را به دست بگیرد. اگر نتوانستید درست رفتار کرده، نهضت اسلامی تاجیکستان آماده است که مسئولیت کشور را به دوش بگیرد.